دیگه نشنوم بگی ریاضی سخته. این فیلمو تا آخر ببین تا برات ثابت بشه. وقتی بحث مثلثات میاد وسط، شاید بگین یکم داستان سخت شد. حالا اگر داخل همین مثلثات شما مشتق و انتگرال هم داشته باشید، شاید بگین خیلی سخت‌تر شد. ولی نه، اینجوری نیست. تا آخر همراهی کن تا متوجه بشی. بچه‌ها شما دایره مثلثاتی رو کاملا باهاش آشنایی دارید. محورهای افقی و عمودی هم که میشناسید، سینوس کوسینوس هم که میشناسید. حالا اگه می‌خوایم از اینا مشتق و انتگرال بگیریم باید چیکار کنیم؟ ببینید وقتی که شما می‌خواید مشتق بگیرید باید به صورت پاد ساعتگرد حرکت کنید و اگر می‌خواید انتگرال بگیرید به صورت ساعتگرد باید حرکت کنید. حالا چطور؟ ببینید شما مشتق اینو می‌خواید به صورت پاد ساعتگرد حرکت می‌کنید. خب انتگرال رو می‌خواید به صورت ساعتگرد حرکت می‌کنید. با مثال بهتر متوجه میشید. مشتق سینوس رو از شما خواستن، سینوس جایگاهش اینجاست. وقتی مشتقش رو میخوان یعنی به صورت پاد ساعتگرد که میشه کوسینوس. مشتق کوسینوس میشه منفی سینوس. مشتق منفی سینوس میشه منفی کوسینوس. اما انتگرال سینوس رو از شما خواست. گفتم که جایگاهش رو پیدا کن که میشه اینجا، به صورت ساعتگرد حرکت میکنی که میشه منفی کوسینوس. حالا سوال بچه‌ها، حالا که کاملا متوجه شدی چیه داستانش، انتگرال کوسینوس ایکس رو برام حساب کن. همین زیر برام کامنت کن. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.